سلام، بیاین بریم کثیف‌ترین خونه نمیدونم شاید دنیا رو با هم دیگه تمیزش بکنیم. حالا چرا؟ ببین خیلی داغونه. دلیلش هم اینه که من یک هفته مریض شده بودم، حالم خیلی خیلی بد بود، خیلی. حالا خونه رو بهتون نشون میدم، میفهمید چرا میگم. واقعا شکلش خیلی نابوده. یک هفته از هیچ کاری تو این خونه من نکردم. حالا خیلی کار عجیب و غریبی که انجام دادم در حد غذا درست کردن بوده، یعنی ظرفشویی پر دیگه، حتی ظرف پیدا نمی‌کنیم غذا بخوریم، انقدر که خونه نابسامانه شرایطش. وای، امیدوارم که با دیدن این صحنه اصلا قضاوتم نکنید و کامنت های بدی نگیرم. این تقریبا این وضعیت خونه رو هیچ کس ندیده بود. خب هممون این شکلیم دیگه، نمی‌ایم اون شرایط بد رو نشون بدیم، حالا چه توی فضای مجازی چه مهمون اگر بخواد بیاد. من اگر مهمون بیاد که خونم در همچین وضعیتی نیستش، یا کلا که این شکلی نیست. البته هست بعضی وقتا میشه این شکلی کلا، ولی خب در هر صورت که تمیزش میکنم. امیدوارم که واقعا قضاوت نکنید، کامنت بد نگیرم. اگر که آپلود شد، نمیدونم آپلود بشه یا نشه، ولی خیلی اوضاع خرابه. من کلا این شکلیم که اگر برای مثال زنگ بزنم مامانم بگه که میخوام بیام، میگم مامی میشه لطفا این خونه خیلی کثیفه، بذار تمیزش کنم مثلا فردا بیا. میگه خب اشکال نداره، میام بهت کمک میکنم. اصرارم دارن که بیان کمک، ولی من چلم که نه این وضعیت تو هیچ کس نباید ببینه. بریم که شروع کنیم. فقط کلاهم دستم نمیرسید. اینم از اتمام این مرحله. حالا بریم واسه مرحله بعد، بریم سراغ مرحله بعدی، ببینیم که چقدر زمان بره. تا الان 1 ساعتی که دارم کار میکنم، 1 ساعت و نیم تقریبا. بذار قبل چه چیز باحال بهت بگم. آشپزخونه دیدی تموم شد، حالا ظرفش شسته شد. در واقع یه قسمت کوچیکی از کار انجام شده، به خاطر اینکه کلی ظرف و لیوان و اینا گوشه کنارهای خونه هستش. متاسفانه اینا رو جمع کنیم، دوباره باید بریم از صفر شروع کنیم. من توی این فاصله گوشیم خاموش شدش دیگه، گوشی رو زدم شارژ، اومدم شام درست کردم. چند روزه همش سوپ خوردم. امروز برنج گذاشتم و توی فریزر کلا همیشه من کباب تابه دارم، کباب تابه نیمه آماده، اونو گذاشتم بدون روغن بپزه. خسته شده بودم واقعا از سوپ، حالا احساس خستگی دارم، واقعا خیلی خستم. میخوام که چون گلوم درد میکنه، اصلا دلم نمیخواد این سرفه بیشتر بشه. میخواستم کاپوچینو درست کنم بخورم با اینکه دیر وقته، ولی دیگه گفتم بخورم بذار انرژی داشته باشم. بریم. ببین چقدر که خستم. شیر رو داشتم میذاشتم تو کابینت، نمیبره اینو. امیدوارم که نبره. خدا کنه فقط چون شیر داره سرفم نگیره، با سرفمو بدتر. خیلی خوشمزه است. بعد اون همه دمنوش خوردن و شربت آب لیمو واقعا خیلی چسبید، خیلی طعمش خوب شده. بالاخره تموم شد. واقعا فکر نمی‌کردم تموم شه.
الان فقط باید بگم آخش. ببین با دیدن ویدیوها رو میگیرم، حالا خودم میشینم نگاه میکنم میگم آخش چقدر حس خوب میده. خودم این سبک ویدیوها رو که کثیفه و تمیز میشه رو خیلی دوست دارم. حالا شما رو نمیدونم. بچه‌هایی که الان همینجوری که داشتم کار رو میکردم ببخشید، الان همینجوری که داشتم کار رو میکردم هی فکرم درگیر بود، داشتم به خودم میگفتم من که دارم این ویدیو رو میگیرم، حالا به نظر چقدر آدم میبینن، چند نفر میبینن؟ حالا اگه تا اینجای ویدیو دیدی ویدیو رو و دوست داشتی، یه اوکی داخل کامنت برام بنویس. ممنون میشم بنویسی. میخوام ببینم چند نفر تا اینجای ویدیو رو دیدن. مرسی ازتون. بالاخره کار تموم شد، بریم که دیگه کم کم بخوابیم. ساعتو ببین، ساعت 2:47 صبح. منم نهایتا فردا 8 باید بیدار شم چون باید برم سر ضبط. الانم واسه خودم گلوم خیلی درد میکنه راستشو بخواید، فکر کنم اون شیر قهوه کار خودشو کرد. الانم آبلیمو عسل واسه خودم درست کردم. دیدین کلا چقدر آبلیمو مصرف میکنم؟ کلا این شکلی ها، هم که خیلی خوشمزه است، هم که خب ویتامین سی خیلی بالایی داره، اینم که عسل برای گلو اونو خوبه، خیلی خوشمزه است. گفتم بخورم بخوابم. چون قهوه خوردم با اینکه خیلی خستم ولی خیلی خوابم نمیاد، فقط خستم. یه کوچولو مدیتیشن رو معمولا قبل خواب همیشه انجام میدم، یه پادکستی مدیتیشن چیزی انجام بدم که هم راحت‌تر خوابم ببره هم سریع‌تر بخوابم. همین دیگه. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدین. برای فایز خیلی عزیزین. حتما هم سابسکرایب بکنید و زنگوله رو فعال بکنید. تا ویدیو بعدی، خدافظ.